من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله میفرماید و راودته التي هو في بیتها. امتحان سوم، امتحان اول چاه بود، امتحان دوم عرض به خدمت شما که به عنوان برده فروختن بود و امتحان سوم در خانه زلیخا با این مصیبت عظمی مرحله به مرحله عرض کردم مشکل تر میشه. امتحان در خانه زلیخا این امتحان بر او آمد که راودته التي طلبید او را، یعنی یوسف را، التي هو فی بیتها، اون زنی که این یوسف در خانه اش بود، عن نفسه، طلبید به چه معنا؟ عن نفسه، خودش را. به این معنا این کنایه است از بلا نسبت همخوابی. او را برای همخوابی خودش را خواست که خودت را میخوام، برای نزدیکی خواست. و غلقت الابواب، و درها را هم بست. و قالت هیت لک، یوسف را گفت که هیت لک، بیا به طرف من، لک، برای تو هم، برای تو خودم را آماده کردم. خودش را آراسته کرده بود. لذا این امتحان سنگینی بود. یوسف علیه السلام به محض اینکه متوجه شد هدف این سیده را فهمید، قال معاذ الله، پناه به خدا، من به خدا پناه میبرم. انه ربی احسن مثوای، همانا اون خدا رب من هست و او جایگاه من را، جای من را زیبا قرار داد، بهترین جا مرا آورد. من خیانت بکنم؟ و بعضی میگه انه ربی راجع هست ضمیر به طرف عزیز مصر. یوسف میگه اون عزیز مصر رب من هست، به این معنا که آقای من هست، ارباب، سید. احسن مثوای، مرا با غلامهای دیگه قرار نداد، به من اعتماد کرد، جای من را خوب قرار داد، جای خوبی به من داد. الان من با او خیانت بکنم، از اعتمادی که اون به من کرده سوء استفاده بکنم؟ معاذ الله، من این کار را نمی کنم. انه لا یفلح الظالمون، همان شان این است که ظالم ها رستگار نمیشند. اگر من این کار را بکنم، این ظلم، این تعدی هست، هرگز من رستگار نمیشم. لذا این کار را از من نخواه، این مطالبه را از من طلب نکن. الله می فرماید ولقد همت به، این زن نسبت به یوسف علیه السلام به صورت قطعی تصمیم گرفت که یوسف را به طرف خودش بکشد، یوسف را بفریباند. اما این عزم و اراده آهنین کرده بود
و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. یوسف اگر برهان رب را نمیدید قصد میکرد، یعنی یوسف هم انسان بود اما برهان رب مانع شد که یوسف علیه السلام به طرف اون زن نره. الله بر یوسف لطف کرد. برهان رب چیه؟ درباره تفسیر برهان رب اختلاف است. اقوال ضعیفی هم بعضی نوشتند. بعضی نوشتند که دلیل، برهان به معنی دلیل، استدلال، خدا به او استدلالی داد. اون استدلال چی بود؟ وقتی که زلیخا یوسف را به این کار دعوت کرد، قبل از اون بتی اونجا داشت که همیشه در اون خانه او را کرنش میکرد، تعظیم میکرد. قبل از اون چادری را، پارچه ای را بر بت انداخت که بت زیر چادر نبینه او را. یوسف علیه السلام از او پرسید که این کار را چرا کردی؟ گفت از خدایم، از این خدایش بود، از خدایم خجالت میکشم، شرم کردم، لذا چادر را بر او انداختم که مرا نبیند. یوسف علیه السلام اینجا به اون گفت تو از این خدای پوشالیت خجالت میکشی، من از خدای حقیقی چرا خجالت نکشم؟ معاذ الله. لذا اون گفت، این گروه از مفسرین میگن برهان رب این بود که این قوی نیست. بعضی دیگر میگویند که برهان رب این بود که تصویر یعقوب را خدای عزوجل از بالای سقف به یوسف نشان داد که یعقوب دست یوسف را نگاه میکرد و چشمایش در آمده بود. یوسف وقتی که پدر را دید خجالتش کشید، گفت که من این کار را نمی کنم. این هم ضعیفه، از روایت صحیح ثابت نیست و دیگه تو این کمالی هم نیست. یعنی پدر انسان بیاد انسان را ببیند، هر که باشه این کار را نمی کند، پدر بیاد تماشا بکند. پس این حرف هم حرف نادرستی هست. بعضی معتقدند که برهان رب نبوت است. نبوت که کل برای نبوت چون عصمت هست، نبی معصوم است و تمام راه و چاه را نبوت به انسان نشان میده. و حضرت شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید استقامت و ربط القلب و برهان رب هست که با نبوت هیچ تضادی ندارد. استقامت و ربط القلب که انسان بر مسیر حق وقتی که خوب استقامت کند، خدای عزوجل چنان دلش را تقویت می کند و قرص می کند که این انسان هرگز گمراه نمیشه، هرگز به طرف اشتباه پا نمی گذارد. پس اون مراد است. لذا الله می فرماید یوسف اگر اون برهان رب نبود، اینجا تقدیم و تأخیر هست. به قول ابو عبیده قال هذا على التقدیم و التأخیر كأنه اراد، گویا اصل عبارت و اصل آیه این است ولقد همت به. زلیخا نسبت به یوسف عزم آهنین کرد، ولولا ان رأى برهان ربه لهم بها. اگر یوسف برهان رب را نمیدید اونم قصد میکرد، اما یوسف این قصد را هرگز نکرد، چنین اراده ای نکرد، چون الله عزوجل بهش استقامت و ربط القلب نصیب کرده بود. الله می فرماید كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. این کاف لبیان الکمال است. از کمال ما است که ما تمام کارها و تقدیر من را انجام دادیم. لنصرف، بخاطر این که ما برگردانیم، منصرف و منحرف کنیم از یوسف، السوء والفحشاء. سوء و فحشا، سوء اراده زنا، فحشا خود زنا. یعنی الله تعالی می فرماید جرت افعالنا و اقدارنا كذلك لنصرف. روح المانی گفته، یا بعضی گفتن كذلك ثبتناه لنصرف، ما یوسف را ثابت قدم قرار دادیم تا که از او منحرف کنیم،
هم خود زنا را هم اراده زنا را، نه اراده زنا کرد نه به طرف خود زنا رفت. چرا؟ انه من عبادنا المخلصین، همانا یوسف از بندگان برگزیده ما بود، الله او را گلچین کرده بود. لذا گلچین الله هیچ وقت اشتباه نمی کند. واستبق الباب، دیگه یوسف چاره ای ندید، این زن تصمیم گرفته، تصمیم خودش را گرفته و به هیچ صورتی رها نمی کند، ویلکن نیست. لذا پا به فرار گذاشت، پا به فرار گذاشت و زن هم دنبالش افتاد، از پشت یوسف را گرفت و یوسف توجه نکرد، پیراهنش پاره شد و به همون صورت رفت. به محض اینکه رفت دم در عزیز مصر را یافت. الله می فرماید واستبق الباب، هر دو دویدن به سوی در، و قدت قمیصه من دبر، پاره کرد پیراهن یوسف را از پشت، و الفیا سیدها لدى الباب، اتفاقا یافتند سید او را، یعنی شوهر اون زن را، نزد باب. زنان چقدر مکارند. زلیخا به محض اینکه شوهرش را دید داد و فریاد کرد که این چه غلامی است برای من آوردی که به من تعرض کرد، به من حمله ور شد. قالت ما جزاء من اراد، امتحان مشکل تر. پیغمبر خدا یک انسان پاک دامن، او را به سوی کار بی عفتی و فحشا دعوت می کنند، بعد از اینکه اون پاک در میاد او را متهم می کنند که خودش این کار را کرده. عرض کردم لحظه به لحظه مشکل تر. قالت ما جزاء، این بهتان زلیخا است. چه هست جزاء و کیفر کسی که من اراد به اهلک، نسبت به اهل تو اراده سوء بکند. من اراد به اهلک سوءا، می ترسه یه وقتی شوهر من این را نکشد، نمیدوند که شوهرم غیرتی ندارد، به این خاطر خودش پیش بینی میکند پیشا پیش، میگه جزای این و کیفر این نیست الا ان یسجن، مگر این که به زندان بیفته، زندان بشه، او عذاب علیم، یا عذاب دردناک یعنی شکنجه بشه، شلاق بخورد، دره بخورد. وقتی که این پیشنهاد را کرد پیشا پیش هنوز ثابت نیست که مجرم کیه، گناهکار کیه. اون مجرم را هم مشخص می کند، جزایش را هم مشخص می کند. اما یوسف علیه السلام جواب داد قال هی راودتنی عن نفسی، این مرا طلبید، یعنی نفس من را برای همخوابی. یوسف علیه السلام بغیر از این یک جمله چیزی دیگه نگفت، فقط از خود دفاع کرد. گفت او بود که از من این کار را خواست، از من این دعوت را، چون که یوسف داشت بدنام میشد، باید این دفاع را از خود میکرد. اما مونده بود عزیز مصر یا قطفیر که از اینها مقصر کدوم هست، تا اینکه گواهی و شاهدی شهادت داد. شاهد بعضی گفتند که بچه‌ای در گهواره بود و این بچه از گهواره گفت که شما پیراهنش را نگاه بکنید. در بعضی تفسیرها ذکر این بچه آمده، اما محققین ما رد می کنند، میگن در حدیثی که آمده 3 تا بچه در طفولیت صحبت کردن، نام این بچه نیست. پس کی بود این شاهد؟ اگر بچه می بود، بچه در گهواره همین قدر می گفت که یوسف بیگناه هست، هم کافی بود. چرا استدلال بیاره؟ این که استدلال میارد، دلیل به اصطلاح پلیسی داره بررسی میکنه و کاراگاهی داره بررسی میکنه. خب این یک انسان بزرگ عاقل هست، دعوت به فکر میده، دعوت به تعقل میده، میگه همه شما فکر بکنید. این شخصی بود
که میگویند پسر عموی زلیخا بود، در همین کاخ زندگی میکرد، این از بیرون کاخ نبود. این صحنه را دید، سر و صدا را مشاهده کرد، جریان را شنید، آمد دید که زلیخا هست و قطفیر هست و یوسف هست و جر و بحث هست. اینم آمد سر رسید، از موضوع با خبر شد. بعد از اینکه عزیز مصر مونده بود که چیکار بکنه، این به صورت عادلانه و منصفانه گفت بررسی بکن، ببین اگر پیراهنش از پشت پاره هست، خب قطعا یوسف داشته میدویده، او از پشت گرفته، و اگر پیراهنش از قسمت جلو پاره هست، پس زلیخا راست میگه، یوسف تعرض و حمله ور شده، او از خود دفاع کرده و پیراهنش را پاره کرده. پس این اکتشافات پلیسی میشه گفت که از بعضی از اشارات قرآن مجید هم ثابت کرد و میشه از اینها دلیل و قرینه گرفت. لذا قال هي راودتني ها و شهد شاهد من اهلها. این شاهد کی؟ اولا تفسیر خازن گفته قال الحسن، امام حسن بصری گفته، و عکرمه و قتاده و مجاهد، همین ها گفتن لم یکن صبیا، بچه‌ای نبود، ولكن کان رجلا حکیما، مرد حکیمی بود، ذا رأی، دارای رأی بود، یعنی عاقل بود. قال هو ابن عم المرأة، گفتن که این پسر عموی زن بود، یعنی زلیخا بود. لذا این داوری کرد. داوریش چی بود؟ و شهد شاهد من اهلها، از اهل زلیخا شاهدی شهادت داد. تشریح شهادت: ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت، اگر پیراهنش پاره شده از جلو، فصدقت، پس زلیخا راست میگه، و هو من الكاذبین، یوسف از دروغگویان است. و ان کان قمیصه قد من دبر، اگر پیراهنش پاره شده از پشت، فکذبت، اون وقت زلیخا دروغ میگوید، و هو من الصادقین، یوسف از صادقین است، یوسف راست میگه. الان بررسی عزیز مصر: فلما رأى قمیصه قد من دبر، زمانی که قمیصش را دید، پیراهنش را دید، قد من دبر، پاره شده از پشت، قال انه من کیدکن، همانا این از توطئه شماست، از مکر شما زنان است. ان کیدکن عظیم، مکر شما، امثال شما ای زلیخا بسیار بزرگ است، مکار بزرگی هستی، تو مقصری، تو اینجا حمله ور شده به یوسف. این جملات را عزیز مصر خطاب به زنش گفت و باز خطاب به یوسف: یوسف اعرض عن هذا، ای یوسف از این مسئله بگذر، از این مسئله بگذر، نادیده بگیر، بدنامی درست میشه. و استغفری لذنبک، باز به زلیخا میگه که برای این گناهت معذرت خواهی بکن، مغفرت بخواه، منظور بخشش بخواه از یوسف. انک کنت من الخاطئین، تو اشتباه کردی، تو گناه کردی. ببینید به این بسنده کردن، این دلیل بیغیرتی هست، چون دین نبود اون زمان، ایمان نبود، همیشه غیرت از ایمان می آید. اینجا نکته مهمی را اشاره بکنم، همه چیزها با صراحت گفته نمی شوند. گاهی مردان وقتی که اینقدر ضعیف باشند، غیرتشون ضعیف باشد که فقط یک تذکر بدن به زنی که اشتباه می کند، اون وقت جلوی فساد گرفته نمیشه، ادامه پیدا می کند. و بالخصوص وقتی که قانون متاسفانه چنان باشد که گاهی دو نفر
بلا نسبت با همدیگر آلوده می شوند. قانون چیکار میکنه؟ وقتی که در قانون به قانون مراجعه می شود، اونها میگن ما همدیگر را می خواهیم، عقدشون را می بندد و اونها را رها می کند. اون تنبیهی که خدا تعیین کرده نشد. این اجتهاد خود ماست، ما به گمان خودمون بهتر میکنیم. ما نشستیم با عقل خودمون یک قانونی را ایجاد کردیم که وقتی که دو نفر این چنین بودند با هم عقدشون را ببندیم و رها بکنیم. این فساد را بیشتر میکند، جرأت را بیشتر میکند. همین تسامح بود، همین لاابالیگری عزیز مصر بود که زلیخا ادامه داد. و الا مثل مرد اگر با زلیخا برخورد میکرد هرگز ادامه پیدا نمیکرد این داستان، این جریان دنبال کردن یوسف علیه السلام. اما این مرد فقط به همین گفت که از یوسف معذرت خواهی کن، یوسف تو هم به کسی نگو، تمام شد. این غیرت نیست. بعضی از مفسرین اینجا عصبانی هستند و ناراحتند، میگویند غالبا علامه آلوسی گفته به قول حضرت استاد رحمه الله که نوشته که معمولا هر جا حیواناتی باشند، هر حیوانی باشد، اون حیوان اثراتش را بر انسانها هم میگذارد. لذا ایشون نوشته در جنگل‌های مصر شیر وجود ندارد. شیر حیوانی هست که در غیرت معروف است، سردار جنگل است. لذا شیر وجود ندارد. شیر که در اون جنگل ها نباشد انسان ها هم غیرت ندارند. البته این چیز ثابت شده هست، این الان قول علامه آلوسی هست غالبا، اما این از احادیث ثابت شده است که انسان از حیوان متأثر میشه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نسبت به اهل یک منطقه فرمود که اینها اهل غنم هستند، یعنی گوسفنددار، مالدار بودند اما مالداریشون با گوسفند بود. فرمود که گوسفنددار هستند و اینها متکبر نیستند، سنگدل نیستند، سختدل نیستند، متواضعند، نرمدلند. چرا؟ چون گوسفند حیوان متواضعی هست، گوسفند نرم هست، گوسفند هر کسی بگیرد گوشش را هر طرف بره میره. لذا اثرات اون گوسفند در صاحبان گوسفند هم گاهی میفته. و به جای دیگه اشاره کردن آن حضرت اونها مالداری شتر داشتند. فرمودند اونها سنگدلند، سختدل هستند، چون شتر سخته، حیوان سخت جانی هست. لذا نسبت به اونها گفتند، اشاره فرمودند که اونها غلظت قلوب دارند، دلایشون سخته و مشکل دارند اون قوم. پس اثرات حیوان بر انسان هم گاهی خواهد بود. به این خاطر علامه آلوسی نوشته چون اونجا از حیوانات با غیرت و درنده ها چیزی نیست، مردمش هم اینگونه هستند. لذا برگردیم به خودمون، در جامعه خودمون. خدای نکرده گاهی چنین اشتباهاتی میشه که امروز فراوان میشه، گزارشات میاد گاهی افرادی، دختر بچه های نادانی از طریق این فضاهای مجازی، شبکه های مجازی مبادرت میکنن با یک سری ارتباطاتی. باید مرد خانه هم مدیر باشد، هم واقعا غیرت ایمانی داشته باشد. یک مدیر تمام ابعاد خانه را باید کنترل داشته باشد، همه چیز را باید بپاید، از همه چیز باید خبر باشد، با خبر باشد. اینجا دیگه صفت گوسفندی داشته نباشد که از هیچ چی خبر ندارد و ساده سیده به اصطلاح. نه، باید که این احساس و این غیرت باشد، فتیفار والی نباشد، قطفیر والی نباشد، مثل این نباید باشی. لذا به زلیخا میگه که تو معذرت خواهی کن، تو اشتباه کردی. به یوسف میگه تو هم به کسی نگو، بس تمام شد.
این بیغیرتی از بی ایمانی هست، چون ایمان نبود. الله عز وجل ادامه میدهد وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. زنانی دیگه مسئله پخش شد، خبر شایع شد، از طرف یوسف علیه السلام نبود، از طرف اطرافیان زلیخا بود. بقیه خدمه هایی که اونجا بودند دیدند، بعضی افراد دیدند. به هر حال یک خدا نکنه یه حرفی یه بار که پخش بشه دیگه همه شهر را میگیره، همه اشراف زادگان، همه زنان وزیر وزرا، معمولا اشراف زاده ها و بالخصوص زنهای بزرگان همیشه با هم دیگه رقابت و حسادت و کینه دارند دیگه. برای اونها سوژه درست شد بر علیه زلیخا. شب و روز مجالس گرم بود، در هر جلسه خنده و قهقه و تمسخر به زلیخا بود. زنها گفتند در شهر امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. امرأة العزیز این استبعاد اول، یعنی واقعا بعیده که زن عزیز هست، یک زن معمولی نیست، زن سروزیر است. تراود فتاها، طلبیده برده خودش را، نه یک انسان شریفی را. از نظر اونها شریف نبود، برده بود. قد شغفها حبا، همان دل او را پاره کرده. حب یعنی حب اون در دلش نشسته. شغف معناش این خرق حبه شغاف قلبه، درون قلب این حب پاره کرده، یعنی در ته دل و در ته قلب نشسته. انا لنراها فی ضلال مبین، ما او را در گمراهی میبینیم، در حماقت میبینیم، بی عقلی میبینیم که اون نسبت به برده خودش علاقمند شده. بسیاری نوشتند که اینها را اون به کسانی میگفتند که خبر به زلیخا برسد. خبر به زلیخا برسد دو منظوره بود، یکی این که زلیخا را با زلیخا رقابت داشتند، دوم این که زلیخا به خاطر اینکه خودش را تبرئه بکند، چون شنیده بودند از یوسف که یوسف چه ماهی هست، یک علاقمند بودند یوسف را ببینند. لذا وقتی که شنیده بودند میخواستند زلیخا ترتیب بده به اونها، هم نشون بده که من بی گناهم، بی تقصیرم. چنانچه وقتی زلیخا شنید، زلیخا هم کم نیاورد. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن. این تدبیر برای اظهار معذوریت، یعنی نقشه کشیده که نشان بده من معذورم، من حق دارم. فلما سمعت بمکرهن، زمانی که شنید مکر آنان را، طعن و تشنیع آنان را، ارسلت الیهن، به سوی آنان فرستاد، و اعتدت لهن متکئا، برای همه متکا بالش آماده کرد، جای راحت. و آتت کل واحدة منهن سکینا، به هر یک چاقوی داد. سبحان الله، امتحان سختری برای یوسف شروع میشه. یوسف پیغمبر که در خاندان عفت و پاکی بزرگ شده، در عرض کنم که پاک دامنی و حفاظت چشم و حفاظت ایمان بزرگ شده، الان شب روز در معرض چنین مسائلی هست، گرفتار شده. لذا اینها همه برای یک انسان شریف، اینها همه امتحانند، آزمایشند. فلما رأینه و آتت کل واحدة منهن سکینا، به هر یکی کار داد، چاقویی که اینها وقتی که کارده به اصطلاح میوه خوری که یوسف علیه السلام بیاید و اینها در حال میوه باشند و خوردن میوه باشند. زمانی که اونها میوه ها را به دست گرفتند، هر چی بودند، سیب بودند، چیزی دیگه بودند، داشتند که میوه ها را قطع می کردند.
این زمان به یوسف گفت اخرج علیهن، اونجا برو اون اتاق، اون حال به اصطلاح اونجایی که اون زنها نشستن برای کاری فرستاد. یوسف علیه السلام هم یک برده هست و یک غلامه، اطاعت می کند، کاری که بهش گفته بشه انجام میده. وقتی که یوسف علیه السلام آمد، فلما رأینه اکبرنه، وقتی که یوسف را دیدند این زنها، اکبرنه، در دل او را خیلی بزرگ شمردند. این اولین حالت قلبی، اکبرنه ای اعظمنه، اون را یک انسان عظیم، یک انسان بزرگ در دلشون قرار دادند، پنداشتند. دوم حالت قالبیه، حالت جوارح، و قطعن ایدیهن، دستهاشون را قطع کردند، یعنی بجای اینکه میوه را ببرند دست بریدند، دستهاشون را خونالود کردند و اصلا متوجه هم نشدند. این حالت دوم که بر جوارح ظاهر شد. حالت سوم بر زبان، حالت زبان و لسان. و قلنا حاش لله ما هذا بشرا، پاکی برای خدا، خدا چه مخلوقاتی را درست می کند. ما هذا بشرا، این بشر نیست. ان هذا الا ملک کریم، نیست این مگر ملک معزز، از فرشتگان معمولی هم نه، از اون خوبانشان. فرشته معزز در میان فرشته ها هم این معزز، این جایگاه دارد. دهنشون آب افتاد، دستشون پرخون شد، چشمشون خیره ماند. الان زلیخا دهنش باز شد. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، این هست اون چیزی که شما مرا ملامت میکردی شب و روز تو خونه هایتون. اونا گفتن نه تو حق داری، ما اشتباه کردیم. الان زلیخا تهدید میکند باز هم یوسف را، اما ابتدا اعتراف میکند. ولقد راودته عن نفسه، عرض کردم اون بیغیرتی عزیز مصر باعث که اینجا در جمع زنها اعتراف میکنند. بله من اون خواستم، من از او تقاضا کردم برای این عمل، به عنوان افتخار داره میگه. ولقد راودته عن نفسه، من او را طلبیدم، یعنی خودش را، نفسش را، برای نزدیکی با من. حضرت آلوسی میگه حسب ما قلتن و سمعتن، یعنی اون چه که شنیدید شما زنها و گفتی راست درسته، من گفتم، من خواستم. اما فاستعصم، او معصوم درآمد، بیگناه درآمد. معنیش اینه که فامتنع امتناعا شدیدا، او باز آمد، اون این کار را با من نکرد، ولی من دست بردار نیستم. ولئن لم یفعل ما آمره، اگر انجام ندهد این کار را که من او را امر می کنم، لیسجنن، حتما زندان میشه. ولیکونن من الصاغرین، حتما از صاغرین میشه، از ذلیلین میشه. شما باش صحبت کنید، من به این رحم نمی کنم اگر تن نده به این خواسته. مفسرین گفتند که زنها گفتند شما به ما اجازه بدید، ما قانعش میکنیم. لذا شروع کردن با یوسف صحبت کردن را، هر یکی جداگانه. چون اینجا هست یوسف میگه قال رب السجن، پروردگارا السجن احب الی، زندان محبوب تر است برای من، مما یدعوننی الیه، از آنچه که این زنان مرا میخوانند. اول یکی بود، الان همه زنها، هر زنی با یوسف که تنها میشد میگفت، بعضی گفتن یدعوننی، همه یوسف را میگفتن به خواسته زلیخا تن بده، حق داره. ولی بعضی دیگه گفتند از مفسران، چون یدعونه جمع مؤنثه، هر یکی به طرف خودش دعوت میداد، میگفت که خب با زلیخا اگر نه بیا با من، العیاذ بالله. لذا
این عرض می کردم که این انسان شریف زاده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چه کلمات زیبایی درباره سیدنا یوسف علیه السلام بکار برد زمانی که یوسف را توصیف کرد. فرمود الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، انسان کریم، انسان با شخصیت، انسان با عزت که خودش هم کریم، پدرش هم کریم، جدش هم کریم، جد امجدش که ابراهیم باشد هم کریم، چون همه پیغمبران، همه پاکان، همه شریفان. لذا این چه بلایی هست، چه بدبختی هست که چنین زنهای بلا تشبیه، بی بند و بار، زنهای فاحشه با اینها گرفتار شده. هر یکی دعوتش میده برای یک انسان شریف، برای یک انسان خانواده. این از کشتن هم بدتر است، از هر شکنجه‌ای هم بدتر است. لذا الان زندان را تمنا میکنه. چه انسانی هست که برای زندان بره؟ معلوم میشه که چنان اینجا سخته که زندان برایش جای راحتی هست. لذا میگه رب السجن احب، ای رب من از سجن و زندان احب الی، محبوب تر است به سوی من مما یدعوننی الی، از آنی که این زنها مرا دعوت میدهند به سوی آن، از اون عملی که این زنها مرا دعوت میدهند. و باز این پیغمبر خدا همه چیز را به الله می سپارد. میگوید و الا تصرف عنی کیدهن، بار اله اگر از من بر نگردانی، منصرف نکنی کید آنها را، مکر و توطئه آنها را، اصب الیهن، من میرسم به آنان، یعنی تمایل پیدا میکنم، من مرتکب میشم. لذا از تو میخواهم قدم به قدم. این سیرت انبیاست که در هر مرحله از آزمایش قرار میگیرد، چه مصیبت باشد امتحان، چه نعمت باشد. قبلا مصیبت بود، اینجا نعمت هست، گرچه اینم مصیبت هست اما در ناز و نعمت. لذا انسان قدم به قدم باید از الله کمک بخواهد، استمداد بکند. لذا میگه ای خدایا اگر شما توطئه آنها را از من دفع نکنی، اصب الیهن، من به سوی آنان تمایل پیدا می کنم. و اکم من الجاهلین، سپس من از جاهلان میشم، من از انسانهای نادان میشوم. اجابت الهی، الله اجابت می کند. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن، الله اجابت کرد برای یوسف کید آن زنان را. کیدهن نگفت کیدها، فقط توطئه زلیخا، بلکه کید زنان. الان همه زنان به حرکت افتادند، همه دنبال افتادند. الله حفاظت کرد پیغمبر خودش را. انه هو السمیع العلیم، همانا اون ذات سمیع هست، شنوا هست، و العلیم دانا هست، همه چیز را هم میشنود و از همه احوال با خبر است. علی ای حال یوسف علیه السلام وقتی که دعا کرد اجابت الهی شد. اما یوسف در یک دوراهه هست. از یک طرف برای اینکه از مکر این زنها خلاص بشه، آزاد بشه، به زندان بره بهتره. اما از یک طرف وقتی که به زندان بره به عنوان یک متهم، به عنوان یک گناهکار در میان تمام مردم، اون عفت یوسف، اون پاکدامنی یوسف، چون یوسف رسالتی دارد، باید رسالت خودش را به اینها برساند. لازمه رسالت اینه که بیگناهیش ثابت بشه. لذا به عنوان یک گناهکار به زندان میفته. این بازم یک امتحان دیگه هست. الله می فرماید ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، سپس روشن شد برای آنان، واضح شد برای آنان
بعد از این که آیات را دیدند، یعنی نشانات را دیدند، یک سری نشاناتی بود که این نشانات می طلبید باید یوسف را به زندان بندازند. اون این بود که عزیز مصر روز به روز بدنامیش را می دید، زنش همه جا را به گند کشیده بود، به اصطلاح بلا نسبت بدنام کرده بود. لذا تنها راه این بود که یوسف مظلوم را گناهکار و متهم اعلام بکنند که گناه از یوسف بوده و یوسف را به زندان بندازند. همین کار را کرد. لذا بعد از این که آیات و نشانات نزاهت و پاکی یوسفی را دیدند، به این نتیجه رسیدند که لیسجننه حتی حین، او را زندان کنند تا مدتی. لذا یوسف به عنوان یک متهم به زندان رفت. الان به زندان رفتن یوسف علیه السلام به صورت بیگناه بود. خیلی ها میگویند که زندان، بعضی مردم به زندان میرن میگن که زندان سنت یوسفی هست. نه، سنت یوسفی برای هر که نیست، برای کسی که بیگناه بیفته سنت یوسفی است، نه اینکه ما خلاف بکنیم و خلاف قانون انجام بدیم، بعدن وقتی که به خاطر خلاف ما را دستگیر کردند و به زندان افتادیم بگیم سنت یوسفی. سنت یوسفی نیست. سنت یوسفی اینه که در مسیر حق باشیم و از حق دفاع بکنیم، به جای اینکه از ما استقبال بشه از مسیر حق ما، از مسیر درست ما را زندان بکنند. بیگناه به زندان اگر رفتیم اون وقت سنت یوسفی شده. لذا یوسف علیه السلام بیگناه به زندان رفت. بعد از اینکه یوسف علیه السلام با توجه به فشاری که از سوی زنان مصری بر او بود، خودش هم تمنای برون رفتن از این حالت را داشت و تنها راه این بود که به زندان برود و زندان را قبول بکند. یوسف علیه السلام راهی زندان شد. وقتی که راهی زندان شد، در زندان سیدنا یوسف علیه السلام با اخلاق کریمانه‌ای که داشت، با خیرخواهی و نصحی که نسبت به همه داشت، با برخورد کریمانه، هر یکی دریافت که این شخص یک شخص معمولی نیست. همه زندانبانها و زندانیها همه فریفته یوسف شدند، فریفته اخلاق یوسف شدند، مرام یوسف شدند و همه رابطه خاصی با یوسف و در دل همه جایگاه خاصی پیدا کرد. حتی که در یکی از نسخه های تورات نوشته شده که مسئول زندان به یوسف گفت فقط من نمیتوانم که تو را از اینجا بیرون کنم و آزاد کنم، این اختیار را ندارم، اما درون زندان همه اختیارات مال من هست و تو کاملا از طرف من آزاد هستی. هر جا میری، هر کاری میکنی، هر بندی، هر قسمتی، هر بخشی، به هر شکلی که میخواهی بمانی بمان. الله عزوجل فتح را و راه در واقع برون رفت از مشکلات را کم کم برای یوسف علیه السلام فراهم می کرد. زمانی که یوسف علیه السلام در زندان بود و قطعا در زندان به عنوان نبی خدا و پیغمبر خدا مردم را خیرخواهی می کرد، با تدبیر و با تعقل به سوی یکتاپرستی و به سوی دین حق دعوت میداد و هرگاه فرصتی برایش فراهم میشد از فرصت حسن استفاده کرده
و مردم را فرا می‌خواند، تا اینکه 2 نفر از کسانی که همزمان با یوسف علیه السلام به زندان رفتند و یکی از اونها گناهکار بود و یکی بیگناه، اما تا مدتی بلا تکلیف بودند، بعد از مدتی خواب دیدند. هر یک خواب دید. یکی خواب دید که خوشه های انگور هستند و داره این خوشه های انگور را فشار میده و در بعضی تفسیرها و روایت های تفسیری هست که 3 تا خوشه انگور بودند. این 3 تا خوشه انگور را داره فشار میده و از اونها آب انگور و به اصطلاح شراب درست میکنه که میدانی شراب از آب انگور درست میشه. و دیگری در خواب دید که بر سرش جانانی به اصطلاح گذاشته، چیزی که نان توش گذاشته میشه و در بعضی روایت های تفسیری است که 3 تا هستند، 3 تا سر به سر هستند و آخری که نان دارد پرنده هایی می آیند و از اون نانها نوک میزنند و میخورند. لذا تعجب کردند که اینها چه خوابهایی هستند. پیش یوسف علیه السلام مطرح کردند، اما یوسف علیه السلام فرصت را غنیمت شمرد و موقعیت را طلایی دانست و به هر 2 همبند خودش و رفیق زندان خودش اطمینان داد که من تعبیر خواب شما را بیان می کنم، اما قبل از تعبیر خواب یک مطلب بسیار مهمتری هست که اول اون باید بدونید. و اطمینان داد که قبل از اینکه طعام آورده بشه، غذای ظهر آورده بشه، قبل از اون شما تعبیر خواب خودتون را خواهید دانست، اما مطلبی که به مراتب درباره از تعبیر خواب و از پاسخ شما مهمتر است، اون مطلب ایمان است. درباره توحید خدای عزوجل و یکتاپرستی فهماند، اونها را تفهیم کرد و اونها را دعوت داد و تفهیم کرد. لذا به آیات توجه بفرمایید. الله می فرماید و دخل معه السجن فتیان، داخل شدند همراه یوسف، همزمان با یوسف در داخل زندان 2 تا جوان، 2 جوان داخل شدند که اینها در زندان مدتی ماندند بلا تکلیف، اما بعد از مدتی این خواب را دیدند. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، یکی از آنان گفت که من در خواب دیدم که من می فشارم شراب، یعنی اون چیزی که سبب شراب میشه، یعنی انگور، که از انگور آب انگور و نهایتا شراب درست میشه. نبئنا بتأویله. وقال الاخر، دومی گفت این کسی که در خواب میبیند که شراب درست میکند، این ساقی شاه بود، ساقی فرعون مصر بود که همیشه کارش سقایت و شراب بود. اما دومی که آشپز بود یا خباز بود، کسی که نان درست میکرد. قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، دومی گفت من در خواب دیدم، انی ارانی فی المنام، من در خواب دیدم که حمل می کردم بر سرم نان، چنان نانی که تأکل الطیر منه، پرنده می آمد از بالای سر نان می خورد. نبئنا بتأویله، بما تأویل خواب را بگو، خبر بده ما را. انا نراک من المحسنین، ما تو را از نیکوکاران میبینیم. عرض کردم از برخورد یوسف، از اخلاق کریمانه یوسف، از خیرخواهی و اینکه هر یک را راهنمایی میکند، برای هر یک دلسوزی دارد.
احساس کردن مرد فهیمی هست، مرد روشنی هست و مرد خیرخواهی هست، قطعا میتواند در این خواب ما را راهنمایی کند، غافل از اینکه یوسف علیه السلام تخصص تعبیر خواب را داشت و الله عزوجل این ملکه را به این خاندان داده بود، به حضرت یعقوب علیه السلام، به یوسف علیه السلام. خواب و تعبیر خواب هم یه ملکه خدادادی هست که الله عزوجل به بعضی از افراد میده و عجیب استنباط میکنند. کار هر کس نیست. خوابهایتون را هم به هر کس نگویید، هر کس نمیتونه تعبیر بکنه و چه بسا در کتابهای تعبیر نوشته، چه بسا افرادی غلط تعبیر بکنند و چیز نامناسبی از آب در بیاد. من نکته کوتاه خدمت شما عرض میکنم که چقدر خواب تعبیرش تفاوت دارد بر اساس شرایط، بر اساس زمان، بر اساس مکان. مثلا اگر مردی عالمی ببیند که امامت میکند، میگویند معبرین خب این خواب خوبی هست، امامت میکند یا خطبه میدهد. اگر ببینند که زنی داره امامت میکند یا خطبه میده، این دلیل فساد دین هست. یا مثلا در زمان ابن سیرین رحمه الله کسی خواب دید که زیر تختش، تخت خوابی که بر او همیشه استراحت میکند، زیر تختش آتشی روشن هست. ابن سیرین رحمه الله گفت برو و زیر اون را حفر بکن، اونجا خزانه ای هست. حفر کرد، خلاصه به گنجی دست یافت. بعد از مدتی چند ماهی گذشت، کسی دیگه عیناً همون خواب را دید که زیر تخت خواب من آتشی روشن هست. ابن سیرین گفت فوراً برو دست زن و بچه ت بگیر، از خونه بیرون کن که احساس خطر میکنی. فوراً رفت زن و بچهش را بیرون کرد. خانه و به اصطلاح اتاقش ویران شد، افتاد، سقف افتاد. تعجب کردند شاگردان ابن سیرین که او هم این خواب را دید، این هم همون خواب را دید، تعبیر دوتا چرا تفاوت داشت؟ گفت با توجه به اینکه فصل دو فصل بود. اون فصلی که اون خواب را دید فصل زمستان و سرما بود. اون زمان تعبیر آتش به حرارت و به گرمی و به هر حال به چیز مفیدی هست. اما الان که این خواب را دیده تابستان هست، فصل گرما هست، الان آتش معنایی ندارد بغیر از خرابی و فساد. لذا بسیار ظرافت‌های در خواب هست و تعبیر خواب هست که الله عزوجل این ملکه را به افراد خاصی عنایت فرموده، کسانی که راحت میتونن استنباط بکنند از بالخصوص خواب را و تعبیر خواب را با استنباط از آیات الهی و با استنباط از احادیث نبوی علی صاحبها الفتحیه. بنابراین اونها نمیدونستن که یوسف علیه السلام کارشناس هست، متخصص هست، فقط ظاهرش را دیده بودند و از ظاهر اونها حسن ظن داشتند. اما یوسف علیه السلام قبل از تعبیر به اونها تسلی میده. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه، پیش شما طعامی نمی آید، غذایی نمی آید که اون غذا امروز شما داده میشید و پذیرایی میشید. الا نبأتکما بتأویله، مگر من به شما خبر میدهم، تعبیر بیان میکنم، بتأویله، تأویل خواب شما را، قبل ان یأتیکما، قبل از اینکه اون طعام، اون غذا پیشتون بیاید. یعنی مطمئن باشید قبل از ظهر من تعبیر خواب را، غالبا صبح بوده و وقت ضحا بوده که این خواب را بیان کردن. لذا هنوز تا ظهر چند ساعتی فرصت است، ولی هنوز اول مطلب مهمتر من را گوش کنید. ذالکما مما علمنی ربی، باز هم اونها را اطمینان میده از نظر اینکه تعبیر هم تعبیر درستی خواهد بود. میفرماید این تعبیر از اون نکاتی هست و از اون مواردی است که رب من به من آموزش داده، به من یاد داده. اما اول خودم را معرفی کنم که من کی هستم. همیشه شخصیت انسان
در تأثیر گذاری بسیار مهم است. بعضی وقتا کسی سخنی میگوید بستگی دارد که این سخن از حلقوم چه کسی و از زبان چه کسی خارج میشه. لذا میگه انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، من ترک کردم، رها کردم دین قومی را که ایمان به خدای واحد ندارند. دو چیز همیشه مشکل ساز بوده و همیشه مشرکان این دو عقیده را داشتند. یکی ایمان درستی به مبدأ و به خالق نداشتند و یکی ایمان درستی به معاد و به قیامت نداشتند. لذا یوسف علیه السلام گلایه دارد از این قوم بی ایمان که هم به مبدأ ایمان ندارد هم به معاد. لا یؤمنون بالله و هم بالآخرة هم کافرون، هم به خدا ایمان ندارند و هم نسبت به آخرت کافر و منکر هستند. واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ای همراهان من دنبال کردم، پیروی کردم، اتباع کردم دین پدرانم. من از این سلاله هستم، از این نسلم. دین پدرانم یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینها شخصیت هایی بودند همه می شناختند. متوجه شدن اون افراد که اینها از نسل ابراهیم، ایشون از نسل ابراهیم هست. اما حال تبلیغش را شروع می کند. چرا من ملت اون قوم را ترک کردم و ملت آبا را گرفتم؟ به این دلیل ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، این خلاصه مذهب است، خلاصه دین هست. برای ما سزاوار نیست، برای ما جائز و درست نیست ان نشرک بالله من شیء، اینکه ما شریک بگیریم به الله من شیء، هر چیزی باشه، از هر چه بتی باشد، چه درختی، چه سنگی، چه انسان صالحی، چه پیغمبری، جنی، ملکی، من شیء همه را شامل میشه. هیچ کس را شریک خدا قرار ندهیم. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، این فضل الله است. این چی؟ اشاره ذالک به عقیده توحیدیه هست، به عدم شرک هست. این که ما کسی را شریک نگردانیم، اگر بر این عقیده باشیم، بر این باور باشیم، فضل الله است. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، این فضل الله است بر ما و بر مردم. ولكن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم شاکر نیستند، سپاسگزار نیستند، شرک میکنند. به جای اینکه شاکر باشند، موحد و یکتا پرست باشند، شرک میکنند. علامه جلال الدین جنشته فیشرکون از جلالین، شاکر نیستن بلکه چی؟ مشرکن. لذا حال شما با خودتون بسنجید ای همراهان زندان، ای همبندان من. یا صاحبی السجن، ای دو همراه من در زندان. ارباب متفرقون، آیا ارباب متفرق، مفسرین گفتن عبادت و ارباب، آیا عبادت ربهای متفرق، یعنی این رب بگیر، از اون استمداد بطلب، اون را سجده بکن، این همه عبادتند، انواع عبادت، سجده، رکوع، نذر و نیاز، دعا است. ارباب متفرقون، آیا عبادت ارباب متفرق بهتر است؟ ام الله الواحد القهار، یا عبادت الله، آن اللهی که واحد قهار است، آن اللهی که واحد است، یگانه هست، بر هر چیز مسلط است. هر چیز را الله عزوجل در واقع
هر چیز در اختیار الله تعالی هست. آیا عبادت اون الله بهتر هست که حاکم مطلق است، مطلقاً مسلط است، یا اینکه عبادت ربهای متفرق و گوناگون که ما انتخاب کردیم؟ آیا ارباب متفرق و عبادت ربهای گوناگون رنگ برنگ بهتر است یا عبادت اللهی که اون الله یگانه هست و قهار است؟ قهار قبلا خدمت شما عرض کردم یک معنایش قهر کننده، غضب کننده بر کسی که شرک می کند، اما اکثرا قهار در قرآن مجید به معنای غالب و مسلط و بر هر چیز چیره می آید. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، شما پرستش نمی کنید به غیر از الله مگر نامهایی که شما نامگذاری کردید. انتم و آباؤکم، شما نامگذاری کردید، شما و پدران شما. ما انزل الله بها من سلطان، آنانی که الله هیچ دلیل عقلی و نقلی، سلطان به معنی دلیل عقلی و نقلی، هیچ دلیلی برای معبودیت اونها و برای این صفاتی که شما بر اونها نهادید الله نازل نکرده. منظور اینه که این خدایانی که شما پرستش میکنید هر یکی را یک لقب دادید. یکی از خدایان مثلا خدایی هست که در تجارت رونق میبخشد، یکی از خدایان و بتان اون خدایی هست که باران میده، یکی از اینها اونی هست که بچه و اولاد میده. این صفات را شما گذاشتید. برای اثبات این صفات شما هیچ ثبوت شرعی ندارید، شما هیچ دلیلی ندارید. بنده عرض کردم در عرف ما، در زمان ما، هم در بعضی از مناطق همین هست که نسبت به اولیاء خدا، نسبت به بزرگان، بعضی مردم از خود صفت درست کردند، از خود به اونها القابی دادند که این القاب شایسته نیست. به عنوان مثال عرض کردم مثلا یکی از بزرگان هست بهش میگن دستگیر. دستگیر یعنی در هر مشکلی دست انسان را میگیرد، انسان را کمک میکند و این درست نیست. دستگیر فقط الله است، فقط الله دست ما را میگیرد. یا مثلا در لاهور مزار و قبر یکی از بزرگان اولیاست به نام، اونجا معروف است داتا گنج بخش. داتا یعنی دهنده به زبان اردو، دهنده هر چیز را به ما میده. لذا مردم اعتقاد دارن که ما اونجا وقتی که بریم هر چیز را به ما میده. گنج بخش، گنج میبخشه بهت، خزانه میده، برو هر چی میخوای بخوا. یا باب الحوائج، همه حوائج ما، همه مشکلات ما درش همین مزار است، همین آستانه هست، این در است. اینها اسمایی هستند، القابی هستند، نامهایی هستند که ماها گذاشتیم، الله نگفته، هیچ دلیل شرعی برای این وجود نداره. پس در هر زمانی بر اساس شرایط اون زمان افراد القابی میگذارند، یا برای اولیاء و بزرگان میگذارند، یا برای مزار و قبرهایشون میگذارند که این القاب بلا دلیل است. افراد از خود میتراشند، نه اون بزرگان خبر دارند که مردم به ما دستگیر میگویند و دهنده میگویند، و نه الله راضی است برای چنین چیزی. لذا حضرت یوسف میگه این القابی که شما برای خدایان باطل گذاشتید، برای آلهه باطل گذاشتید، سمیتموها انتم و آباؤکم، این نامها را شما و پدرانتان نامگذاری کردید. ما انزل الله بها من سلطان، الله عزوجل برای معبودیت اینها، برای این صفات هیچ دلیلی نازل نکرده. ان الحکم الا لله، حکم نیست مگر برای الله است. حکم یعنی چی؟ یعنی تصرف، تدبیر، اختیار، مدیریت عالم و مدیریت جهان، همه و همه مال الله است، مال کسی دیگه نیست.
در هر حاجت، در هر مشکل، در هر فریاد ما از الله باید بخواهیم. یوسف به هم بنده هایش خودش میگه امر الله تعبدوا الا اياه، لذا اون ذات ما را امر کرده الله تعبدوا الا اياه، اینکه پرستش نکنید احدی را، هیچ هستی را مگر فقط او را. ذالک الدین القیم، ای عزیزان من این هست دین قیم، دین مضبوط، دین محکم و عقیده استوار، اینه که ما یکتا پرست باشیم، فقط و فقط الله را فریاد بزنیم، از او استمداد کنیم. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند، اکثر مردم با خدای عزوجل شریک میگیرند. لا یعلمون فیشرکون، نمیدانند شریک میگیرند، و اگر میدانستند که این شرک است بسا مردم این کار را انجام نمیدادند. لذا مردم باید برای عقاید خودشون به کتاب خدا مراجعه بکنند، به علماء ربانی مراجعه بکنند و نباید هر چی که میشنوند اون را عقیده قرار بدن. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل